مثلا کسایی که پیش فالبینا میرن، پیش همین تاویزگران میرن، پیش همین جادوگران میرن، که کاکا جان فال مرا ببین، روی تاله مرا ببین که تاله ما چه قسم است. این از وقتی که روی تاله از دید، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی پیش اینما تو انسان کاهن و جادوگر و فالبین و ساحر و شعبده باز و پیش از این مردما میشینه، به مجرد که میگه پیش از این 40 روز عبادت از بین میره. یعنی اگر در روزی بری پیش یک فالبین بشینی، 30 روز رمضانت که ششک روزیت هم کلش پاک صفا شف دلیت است، گلمت جمع کردی، یعنی کلش از بین رفت. باز میگه اگر باز آمد گفت که والا فالبین راست میگه و که پایش تنها به شیشتنش 40 روز عبادت زایل شد. و وقتی که باز تاییدش کرد میگه کافر شده به اون چیزی که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده و بالای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شده. و کسی که به قرآن کافر شده گلمش جمع است. یاد تعویض سعی کنین، نشته کرده که جبریل میکائیل پس تو را به ملائکه پناه داد، ملائکه غیر الله هست و تو میگی اعوذ بالله، اینجا به ضد اعوذ بالله عمل کردی، تو را برد به ملائکه پناه داد، کافرت ساخت و تو تاییدش کردی. چون چرا تو کافر شدی؟ او کافر شد نشته کرد، تو کافر شدی که تاییدش کردی. نام پیغمبر نوشته میکنن، اکثر تعویضا را باز کردین، نام پیغمبر است، پس تو را پناه داد به کی؟ به پیغمبر. وقتی که پناه به پیغمبر داد، پیغمبر خو الله نیست، غیر الله هست، پس تو را به غیر الله پناه داد، باز هم تو را کافر ساخت و خودم کافر ساخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس ما شما تمثیل و تشبیه را میخوریم. این تمثیل چیست و تشبیه چی است؟ اول تمثیل در لغت به معنای ند، مانند، شریک، نظیر و صفت می باشه. پس تمثیل در لغت به معنای چی است؟ که ند، وقتی که یک کس را میگه که فلان کس مثل فلان شخص است، پس صورتش مانند از او ساختی. و اگر مثلا العیاذ بالله یک کس تمثیل میکنه در ذات یا صفات خالق که فلانی صفت خالق مثل صفت مخلوق است، پس او را به خداوند شریک ساخت. از این خاطر عیب تمثیل دمیجه هست. یعنی تمثیل وقتی که در اصطلاح عقیده میگه که لیس کمثله شیء، در آیت قرآن میگه که مثل الله چیز نیست. اینا اگر کسی تمثیل میکنه معنایش است که ذات و صفات و افعال خالق مثل ذات و صفات و یا افعال مخلوق میدانه. و وقتی که این میگه یک کس ذات یا صفات خالق مثل مخلوق فکر بکنه، اینجا ای از دایره ایمان خارج میشه، مسلمان گفته نمیشه. عقیده خوب بسیار چیزای نقطای دقیق داره. مردم فکر میکنه خلاص ما که در خانه یک مسلمان پیدا شدیم، پدر و مادرم مسلمان است، خلاص ما دیگه مسلمان هستم. و بسیاری اوقات مثلا یک نفر میره یک صفت خالق از یک مخلوق تقاضا میکنه، میره در زیارت، برای زیارت میگه برای ما بچه بده. وقتی که بچه داد، اینمی زیارت، وقتی که تقاضا کرد که برای ما بچه بده، معنایش است که اینمی زیارت صفت خالق برای صاحب زیارت دادن. وقتی که صفت زور برازی داد، شرک پیدا شد. وقتی که شرک پیدا شد، از دایره ایمان خارج شد. پس تمثیل در اصطلاح عقیده چیست؟ که ذات و صفات خالق را مثل ذات یا صفات مخلوق عقیده نمودن. خالق است، باید بر از او سجده شود، بر از او رکوع شود. اینا اگر یک نفر به یک مخلوق سجده میکنه، در حقیقت این مخلوق مثل خالق فکر کرد. و وقتی که مخلوق مثل خالق فکر کرد، عقیده از این خراب شد. از این خاطر عبادت خدا بسیاری که اساس نظر به نام یک مخلوق میگیره. مشکلش در چی است؟ بسیاری مردم ها میگه خیر است، نظر ما گرفتیم نظر بی یا نظر مثلا فلانی صحابی یا نظر فلانی شیخ صاحب، بر از این میگه بسیار عادی معلوم میشه. اما وقتی که در شوکات عقیده بی، این انسان از دایره ایمان خارج میشه، در شرک مبتلا میشه. چرا؟ وقتی که ای رفت به نام مخلوق نظر گرفت، صفت خالقه که او خالق است، او معبود است، او را گرفت برای مخلوق داد. خالق کسی است که عبادت بشه. وقتی که یک عبادت به مخلوق کردی، در حقیقت
او مخلوق در جای خالق قرار داد و این شرک است. و بسیاری کسا را وقتی که پرسان کنی نمیفهمه. چرا؟ میگی از نگاه عقلی پروا نداره. از نگاه عقلی گپ نیست، این خود علم است، این خود دین است، این خود قرآن است، این خود سنت است، این خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که 13 سال درس عقیده داد و آیات مکی کل طول 13 سال درباره عقیده بود. به خاطر از اینکه عقیده بسیار نقش مهم در زندگی انسان داره. حالا یک نفر بیچاره بی سواد یک زن میره در یک زیارت، برش میگه که والا صاحب ما برای شاد شمشیره یک دیگه الوا نظر گرفتیم. این حالی بیچاره که پرسان کنی او از دوستی که با شاهد شمشیره داره این کار میکنه. لکن دوستی افراطی ازی با شاهد شمشیره سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که شاهد شمشیره رو در مقام خالق قرار میده. چرا خالق معبود است، عبادت بر از او میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. و این انسان چون نمیفهمه بیچاره تو احساساتی برخورد میکنه، یا یک کس بسیار افراطی محبت داره بر از او میگیره رکوع میکنه، بر از او سجده میکنه. بسیار کسا هستن و بسیار بزرگوارا یا به یک قبر میره بر از او رکوع یا سجده میکنه. اینا مشکلش ده چی است؟ او نمیفهمه، او فکر میکنه والا ما به می دوست خدا وقتی که سجده کردم کار خوب است، در حالی که اگه دوست خدا زنده می بودی هرگز اجازه نمیداد که برازی رکوع بکنه یا سجده بکنه. بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث میگه که مردم آمدن، یک تعداد از صحابه کرام آمده بودن طرف فارس. وقتی که اینا طرف فارس آمدن اینجا دیدن که مردم به پادشاه‌های خود، بر امپراتور، بر پادشاه خود رکوع میکنن، سجده میکنن. یا آمدن گفتن ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما رفتیم دیدیم مردم ما را در منطقه فارس، سابق مثلا افغانستان، ایران، یعنی آذربایجان، این منطقه را فارس میگفتن. گفت ما اونجا رفتیم یا برای امو رهبرای خود، بزرگای خود، برای پادشاه ها، برای ازیا سجده میکردن. تو حق زیاد است که ما بر تو سجده کنیم، برای ما اجازه میدی؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر، کس برای ما سجده نکنه. سجده فقط به الله میشه. من خودم به الله سجده میکنم، خودم به الله رکوع میکنم، خودم به نام الله نظر میکنم، خودم به نام الله قربانی میکنم. به این خاطر کل کارم من خودم میکنم. اگر شما امت ما هستین مثل ما وارد به الله سجده بکنید. این حال اگر یک کس دعا در مقابل مخلوق میکنه، مشکلش چی شد که اینمی مخلوق در مقام معبود قرار داد و مخلوق در مقام خالق قرار دادن. اینی بر انسان مشکل شرک ایجاد میکنه که این گپای دقیق کسی میفهمه که حداقل به خاطر عقیده وقت داده باشه، اهمیتش بفهمه، ارزشش بفهمه. در روز قیامت از پیشت پرسان میشه که مثلا تو درس فقه را چقدر وقت خواندی؟ تو میگی والله صاحب من 6 سال فقه خواندم. قرآن قاری صاحب در چقدر سال حفظ کردی؟ میگه صاحب 6 سال من قرآن حفظ کردم. آفرین قاری صاحب، حق قرآن ادا کردی، 6 سال وقت تا برای قرآن عظیم الشان دادی و قرآن عظیم الشان در قلب تو جای داره. لکن معنای قرآن و عقیده قرآن، وحدانیت الله را چقدر وقت برش دادی؟ 1 ماه برش وقت دادی، 2 ماه وقت برش دادی. قرآن کلام الله هست. برای حفظ کلام الله 6 سال وقت داری. برای فهم کلام الله چقدر وقت دادی؟ این حال اگر برای فهم از این وقت میدادی حداقل 6 سال لفظش حفظ کردی. اگر 6 ماه معنای از این تو میخوادی باز تو میفهمیدی که قرآن برای تو چی میگه. ایاک نعبد و ایاک نستعین معناش درست میفهمیدی که خاص برای تو عبادت میکنیم. چرا خاص برای الله عبادت میکنیم؟ به خاطر از اینکه اگر کدام عبادتی را برای یک مخلوق بکنیم، مخلوق در مقام خالق قرار دادیم و قرار دادن مخلوق در مقام خالق این شرک است. این شرک در عبادت میگه. اگر صفتش دادی این هم شرک است. چه قسم صفتش است؟ مثلا کسایی که پیش فالبینا میرن، پیش همی تاویزگران میرن، پیش همی جادوگران میرن، این تاویزگر و فالبین و جادوگر چرا کافر میشه؟ به خاطر که یکی از صفات خالق عالم الغیب است. عالم غیب الله است. عالم الغیب ملائکه نیستن. چرا ملائکه نیستن؟ به خاطر که نامه‌هایی را که برای آدم علیه السلام درس داده بود ملائکه نمیفهمیدن. اگه غیب میفهمیدن باید میفهمیدن. چرا مثلا پیغمبرها غیب نمیفهمه؟ اونجا یعقوب علیه السلام است، بچه یکیش در بین چاه است، یعقوب علیه السلام نمیفهمه. اگه غیب میفهمید میگفونه بچه ما در بین چاه است. یا مثلا یه چشماش نابینا شد، یعقوب علیه السلام پرده سفید در چشماش پایان شد و بچه از یوسف علیه السلام در اونجا صدراعظم است.
حالا اگر یا علم غیب می داشت میفونه بچه مجه صدراعظم است چرا جگر خونی کنم؟ این کل قصه های پیغمبرا به خاطر ازی هست که موضوع درس عقیده بگیریم که پیغمبرا غیب نمیفهمیدن، ملائکه غیب نمیفهمیدن، خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم غیب نمیفهمید. اگر میفهمید که مثلا صبح 20 نفر میای مرا در بین خانه میکشه، یک هفته پیش از پیششان ببرامد، لکن امو شوک محاصرهش کردن، بعد از محاصره فهمید که این صاحب مرا محاصره کردن و میخواین بکشن. پس از کل از این قصه ها چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که پیغمبر، ملائکه، اولیاء الله، دوستای خدا یا یکیشان غیب نمیفهمیدن. خب وقتی که یا غیب نمیفهمیدن، این جادوگر و این تعویضگر و این فالبین، این رمل انداز، این غیب میفهمه، این خود قطعا نمیفهمه. پس چون خودش ادعای غیب کرد، فالبین کافر شد. این حاله در مقابل وقتی که یک مسلمان رفت پیش ازش که کاکا جان فال مرا ببین، روی تاله مرا ببین که تاله ما چه قسم است؟ این از وقتی که روی تاله از دید، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی پیش اینما تو انسان کاهن و جادوگر و فالبین و ساحر و شعبده باز و پیش از این مردما میشینه، به مجرد که میگه پیش از این 40 روز عبادت از بین میره. یعنی اگر در روزی بری پیش یک فالبین بشینی، 30 روز رمضانت که ششک روزیت هم کلش پاک صفا شفدلیت است، گلمت جمع کردی، یعنی کلش از بین رفت. باز میگه اگر باز آمد گفت که والا فالبین راست میگه و گپایش تنها به شیشتنش 40 روز عبادت زائل شد. و وقتی که باز تاییدش کرد میگه کافر شده به اون چیزی که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده و بالای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شده. و کسی که به قرآن کافر شده گلمش جمع است. یاد تعویض سعی کنین، نشته کرده که جبریل، میکائیل پس ترا به ملائکه پناه داد، ملائکه غیر الله هست و تو میگی اعوذ بالله، اینجا به ضد اعوذ بالله عمل کردی، ترا برد به ملائکه پناه داد، کافرت ساخت و تو تاییدش کردی. چرا تو کافر شدی؟ او کافر شد نشته کرد، تو کافر شدی که تاییدش کردی. نام پیغمبر نوشته میکنن، اکثر تعویضا را باز کردن، نام پیغمبر است، پس ترا پناه داد به کی؟ به پیغمبر. وقتی که پناه به پیغمبر داد، پیغمبر خو الله نیست، غیر الله هست، پس تو را به غیر الله پناه داد، باز هم تو را کافر ساخت و خودم کافر ساخت. یا نامهای شیطان ها را نشته میکنم، پس تو را برد به شیطان پناه داد. از این خاطر بسیاری از اینا چی میشه؟ پس تمثیل در اصطلاح عقیده چی هست؟ ذات و افعال و صفات خالق را مثل ذات یا صفات یا افعال مخلوق عقیده نمودن است. یعنی کسی که این عقیده میکنه در حقیقت این به چی مبتلا میشه؟ به مرض خطرناکه که اون مرض شرک است. الله جل جلاله در قرآن عظیم شان چی میگه؟ لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. شما هیچ انسانی را، هیچ زنده جانی را، هیچ حیوانی را، هیچ انسانی را، هیچ نباتی را، هیچ جامدی را این باید به خداوند هم مثل و هم مانند نگوین و فکر نکنین و عقیده نکنین. فلا تضربوا لله الامثال، به الله مثال ها بیان نکنین که الله دستش این قسم است، العیاذ بالله، یا وجه الله این قسم است، یا مثلا آمدن الله این قسم است. در این مسائل چی است؟ بگو نمیفهمم کیفیت شد. ساکت، سکوت ادب است، عقیده هست. الله دست داره، ید الله فوق ایدی داره. چی کنیم؟ چه قسم است؟ قسم شما نمیفهمم علم است. در اینجا چی علم است؟ کیفیت ذات، صفات، افعال خالق ما میفهم یا نمیفهمم؟ کیفیتش نمیفهمم. اینمی نمیفهمم در عقیده علم است. از این خاطر میگن که نصف دین چی است؟ نمیفهمم. تسلیمی است. اسلام چی معنی؟ یعنی تسلیمی. بعد از بلاد تسلیم است. الله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، وجه الله هست. بله در قرآن آمده، قبول داریم. چه رقم است؟ نمیفهمم. پس وقتی گفتی نمیفهمم تو عالم هستی. اگر گفتی میفهمم که این قسم است، زدی خدا در عقیده اسلامی خدا خراب ساخت. ببینید که درس عقیده اینقدر مهم است. ما کل درس ها را مانده آمدیم سر درس عقیده. چرا که در افغانستان هر چیز است به غیر از درس عقیده. از هر چیز قصه شروع میشه، از هر چیز گپ زده میشه. لکن درباره عقیده بسیار در افغانستان الله علمای ما را توفیق نصیب بکنه که زیادتر در این مسئله که رسول اکرم صلی الله علیه و 13 سال عمر خود در این صرف کردن.
خب تشبیه در لغت، این تشبیه در لغت از کلمه شبه گرفته شده. شبه ما و شما که میگیم گرفته شده است که به معنای مشابهت می باشه. پس خود وقتی که میگه تمثیل نمیکنیم، مثال نمیتیم، نمیگیم که العیاذ بالله خداوند مثل فلان، نمیگیم لیس کمثله شیء. و تشبیه هم نمیکنیم. تشبیه چیست؟ از کلمه شبه گرفته شده که به معنای مشابهت است. پس ما هیچ کس نمیگیم که اینی کس مشابه خالق است، ایره هم نمیگیم. از این خاطر ای در لغت. و در اصطلاح چی را میگن؟ تشبیه در اصطلاح، تشبیه در اصطلاح اعتقادی ذات یا صفات خالق را مشابه ذات و صفات مخلوقات عقیده نمودن است. اگر کس ذات خالقه یا صفات خالقه یا افعال خالقه مشابه مخلوق فکر میکنه، یا برعکس مخلوق ذات و صفات و افعالش مثل خالق فکر میکنه، اینی چی میه؟ دی تشبیه میه. خب فرق بین تمثیل و تشبیه. آن مثلا بسیار اینجا یک نقطه دقیق است که بین تمثیل و تشبیه چی فرق است. اینال بعضی از علما او تو عقیده دارن که تشبیه و تمثیل یکسان هستند. بعضی از علما تمثیل و تشبیه را یکسان میدانند. چی میگن؟ میگن التمثیل هو التشبیه. بعضی از علما میگن که تمثیل و تشبیه یک معناست، دو کلمه هست یک معنا داره. از این خاطر اگر تمثیل گفتیم معنا تشبیه هم میشه و اگر تشبیه گفتیم. اما بعضی علمای دیگه چی میگن؟ بعضی از علما بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. بعضی از علمای دیگه هستن که بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. چی میگن؟ میگن که تمثیل مساوات بین دو چیز در تمامی امور است. مثلا اگر یک کس را میگی که احمد مثل محمود است، پس ایره چی کردی؟ در تمام کارا، در چهره، در علم، در دانش، در فهم، ایره مشابه اگر ساختی ایره تمثیل میگه. و تشبیه چی را میگه؟ که یک کس را در یکی از صفات از او تشبیه کردن، یعنی در کل چیزش نباشه. فهمیدین یا نه؟ پس فرق بین تمثیل و تشبیه چی است؟ که تمثیل مشابهت در تمام صفات است و تشبیه چی است؟ مشابهت در بعضی از صفات می باشه. اینال میم اقسام تشبیه و تمثیل. اینال دو قسم است. قسم اول چی است؟ تشبیه و تمثیل خالق با مخلوق، و قسم دومش تشبیه و تمثیل مخلوق با خالق است. بعضی کسا هستن که قسم اول تشبیه و تمثیل میکنن، مثلا خالق با مخلوق تشبیه میکنن، صفات خالق با صفات مخلوق تشبیه میکنن. وقتی که کلمه ید آمد، دست، فوراً دست خدا پیش میکنن. صحیح کن؟ خالق چی کرد؟ تشبیه کرد با کی؟ با مخلوق. و بعضی کسای دیگه هستن که قسم دوم که مخلوق تشبیه میکنن با کی؟ با خالق. پس این دو قسم تشبیه هستن که اینی بود اقسام تشبیه و تمثیل. در چی عقیدت خراب شده؟ سلمه خوب متوجه باشین. عقیده من در چی خراب شده؟ گفت که والا من دمی ایران هستم که امی ملک الموت چطور مثلا روح یک نفر در شرق زمین میگیره، روح یک نفر در غرب زمین میگیره در یک لحظه. صحیح نه؟ مشکل از چی پیدا شده بود؟ از تمثیل پیدا شده بود و تشبیه پیدا شده بود. چه قسم تمثیل و تشبیه است؟ این فکر کرده که اینمی ملائکه هم کس مثل ما وارث. صحیح؟ پس این حال ما که اگر در یک کس وظیفه بدیم که برو در شرق زمین اینی کار کو، باز بگویه برو در غرب زمین کار کو، بنابراین ما از شرق تا غرب مجبور هستیم که سر زمین دور بخورم یک طیاره بسیار تیز باشه، ولو که هر قدر طیاره تیز باشه خب یک ساعت وقت خب میگیره. پس این حال چون تشبیه کرده بود ملک الموت هم به خود، گفته که حال خیلی چطور میره؟ مثلا یک نفر در شرق زمین روحش گرفت، حالا میره روح نفر دیگه در غرب میگیره و یک ثانیه فرق نداره. این چطور میکنه؟
گفت والا من هر قدر که تصور کردم نفهمیدم. جوابش چه قسم میتونین؟ حالا کی میتونه جوابش بگه؟ این جواب از سوال که کس کرده بود استاد گفتن چه رقم. این شخصی که ملائکه مثل خود تشبیه کرده که یعنی فکر کرده مثل ما است، ولی چنین نیست. ملائکه های خداوند از خود صفات خاصی داره. یک مثال اگر بتیم، ملائکه مثل که آیت قرآن کریم است مفهومش بگویم که میگه ملائکه 19 فرشته محافظ دوزخ است، که باز ابو جهل و ابو لهب میگه 19 تاست، مثال 9 تایش من میگیرم 10 تایش شما. وام عین فکر کرده بود، عقیده از وام عین چیز بود که 19 نفر است، 19 ملائکه است. ما را بسیار به سادگی از بین میبریم. ما یک قوم هستیم، بسیار بزرگ قوم هستیم، 19 ملائکه بسیار به سادگی از بین میبریم که ما را نتواند در دوزخ بندازه. ولی چنین نیست. ملائکه خداوند بسیار، یک مثال که چی بتیم، مثل کره زمین برای ما یک توپ که کتازو بازی میکنیم، برای ملائکه خداوند دی کره زمین مثل همون توپ است که اگر بخواه که 1000 نفر یا 1 میلیون نفر در یک زمان از بین ببر روحش بگیره، مثل که ما توپ زیر پای ما باشه، برای یک دکه هزارات مرچه یا بسیار حشرهای خورده که با چشم دیده نمیشه میتونیم از بین ببریم. به این شکل میشه. فهمیدین مثال چه قسم گفت؟ مثالی قسم است شما تصور کنین ملائکه، ما و شما انسان ها در مقابل ملائکه اینطور هستیم مثل که یک مرچگک در مقابل ما و شماست. یعنی وقتی که آیات قرآن بخوانین و احادیث رسول الله صلی الله علیه و بخوانین که نبی اکرم صلی الله علیه و که میگه وقتی که من ملک الموت به چهره چیز جبریل امین علیه السلام میگه وقتی که من به چهره اصلیش دیدم، میگه قدماش در زمین بود و سرش در آسمان میخورد. ایناله شما تصور بکنین که اگر ما شما یک کره توپ بسازیم، یک توپ بسازیم از گل، صحیح؟ و این توپ سر میز پیش روی ما ماند. ایناله وقتی که توپ پیش روی ما ماند، در سر از همین توپ 100 200 یا 500 یا 1000 دانه مرچه را رها کنیم و بر ما بگوی که استاد دمی شرق توپ 5 تا مرچه را بکشم، یک تک دادم، صحیح نه؟ دمی غربشم تک، در شمالشم همی مرچه را کلش که جغمک کو همی توپ گرفته قلقل کرده در زمین. پس زمین ما و شما در مقابل ملک الموت مثل چی وارست؟ مثل یک توپک خورده است. از این خاطر پیش روش این نظام شمسی کلش ماندگی است. اینا یک مرچگک از این توپ گریخ رفته این توپ دیگه، گیر کردنش برای ما شما آسان است نه؟ یک نفر این در مریخ گیر میکنه صحیح نه؟ و دیگر در تارات گیر میکنه. کل نظام شمسی در مقابل یک ملائکه مثل کل مثل که سر یک میز باشه. اینا پیش روی تو کل نظام شمسی اینجا بیاره، کل توپا را مانده باشه و تو را بگه که در اینجا در آفتاب بگی در کله زمین بزن، این کره را بگی این توپ کلان را بگی در کله توپ چی بزن؟ خود بزن. پس اینال مشکلی که در عقیده پیدا میشه، بازی برادر قناعت کرد. پس مشکلی که در عقیده پیدا میشه از چی پیدا میشه؟ از این پیدا میشه که ما خود تشبیه میکنیم با چی؟ با یک ملائکه. پس باید بفهمیم که ملائکه دیگه مخلوق است، ما دیگه مخلوق هستیم، مرچه دیگه مخلوق است، میکروب دیگه مخلوق است. یعنی اگر یک میکروب در داخل دندان باشه نه؟ صحیح نه؟ در داخل دندان یک میکروب است. به یک میکروبه که دیگه میگه چطور است این مملکت؟ او باش بگه که نه بیادر این تنها این مملکت نیست. این خود تنها تو این مملکت است. یک مدرکه دیگه کسی یک میکروب دیگه بر من زنگ زده بگه در چشمش است و یک مملکت دیگه است. پس بر از اون میکروبه که در داخل دندان ما و شماست، دندان ما تو یک مملکت است. دهان ما تو برش یک بحر اعظم است. صحیح است؟ و باز اگر از دهان ما و شما این میکروبه که بکشید در گوش میاد میگه اوه در قاره دیگه رفتم. اینا الله جل جلاله این مخلوقات کلش خلق کرده. پس موضوع مثل یک مخلوق یک حجروی است. هستیم نه بعضی بکتریاهای یک حجروی در مقابل کی؟ در مقابل یک ملائکه.
از این خاطر ملائکه های هستن که و بسیار بزرگ هستن. این حال وقتی که ما تو تشبیه در یک مخلوق با مخلوق تشبیه کرده نمیتونیم. پس در صفات خالق هم چی رو گفتیم که تمثیل در اصطلاح عقیده ذات و صفات خالق را مثل ذات و صفات مخلوق عقیده نمودن است. اینی را میگه که تشبیه. از این خاطر میگه شما چی نکنین؟ تمثیل نکنین. خالق با مخلوق مشابه فکر نکنین و برعکس ازی مخلوق با خالق مشابه فکر نکنین. صحیح شده انشالله؟ دیگه چه میرین؟ واضح سینه انشالله. لیس کمثله شیء فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا لله الامثال. الله منع میکنه، میگه برای خداوند به الله مثال ها بیان نکنین. نگوین که مثل فلانی وارثه، مثل فلانی وارثه، مثل فلانی وارثه. این مثال ها را برای الله بیان نکنین. پیش بریم. تشبیه در لغت چی رو گفتیم؟ از کلمه شبه گرفته شده. شبه مثل مانند، شبیه. ما شما میگیم فلان چیز شبیه فلان چیز است. احمد شبیه محمود است. این به معنای شبه است که به معنای مشابهت میاد. اینو ما شما در فارسی هم استعمال میکنیم. دیگه در اصطلاح تشبیه در اصطلاح اعتقادی ذات یا صفات خالق را مشابه ذات و صفات مخلوقات عقیده نمودن است. این هم با تمثیل چی است؟ تعریفش بسیار نزدیک است. در اونجا با او تشبیه کردن تمثیل بوده اینجا. عین تعریفشون، تعریف تشبیه و تمثیل یک چیز است. پیش بریم. فرق بین تمثیل و تشبیه. این حال در بین وقتی که سوال از پیشان در امتحان بیایه بگوید که فرق بین تمثیل و تشبیه چیست، میگید اینجا علما دو نظر دارن. بعضی از علما میگن که یکسان هستن، میگن تشبیه و تمثیل یک چیز است. وقتی که تشبیه گفتیم به معنای تمثیل است، تمثیل به معنای تشبیه است. و قسم دوم از علما چی میگن؟ بعضی از علما بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. چی فرق میکنن؟ میگن تمثیل مساوات بین دو چیز در تمام امور است. صحیح؟ مثلا شما بیا خارج کنیم. چیز نامت؟ مصطفی. نام خودت؟ ذکر الله. این حال مثلا یک کس من میگم که مصطفی مثل ذکر الله هست. در کل چیز دیشک اردویشان یک چیز است، بروتکایشان یک چیز است، چشمای اردویشان یک چیز است، دیگه این دستای اردویشان یک چیز است، قدای اردویشان هم یک چیز است، علم اردویشان هم یک چیز است. این خلاص. پس در کل صفات وقتی که یک کس را تشبیه کنیم چی میگن؟ تمثیل میگن. اما اگر گفتیم که نه دست مصطفی مثل دست ذکر الله وارث، باز این چی شد؟ تشبیه شد. فهمیدین یا نه؟ پس فرق بین تشبیه و تمثیل چی است؟ که تمثیل تشبیه کردن یک کس با کس دیگه در تمام صفات است. و تشبیه چی است؟ که بعضی صفات از این مشابه بعضی صفات از این فکر بکنیم. واضح شد نه انشاءالله؟ بشینید. خب خلاص است. اقسام تشبیه و تمثیل. اقسام تشبیه و تمثیل. خب این حال تشبیه و تمثیل چند قسم است؟ دو قسم است. یا ایست که ما مخلوقات العیاذ بالله، صفات مخلوقات، افعال مخلوقات با خالق یک قسم فکر بکنیم، یا برعکس صفات خالق با کی بتیم؟ و مخلوق بتیم. این باز تشبیه و تمثیل میه.